فصل 4. ارزش رنج بردن. در ماه‌های پایانی 1944 بعد از حدود 10 دهه جنگ، ورق داشت به ضرر ژاپن برمیگشت. اقتصادشان دست و پا میزد، ارتششان در نیمی از آسیا پراکنده شده بود و قلمروهایی که در سراسر اقیانوس آرام تصاحب کرده بودند در برابر نیروهای آمریکایی همچون قلعه‌های دومینو سقوط می‌کردند. شکست ناگزیر به نظر می‌رسید. در تاریخ 26 دسامبر 1944 ستوان دوم هیرو اونودا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. دستوری که گرفته بود این بود که از سرعت پیشروی آمریکا تا حد ممکن بکاهد، به هر قیمتی بایستد و بجنگد و هرگز تسلیم نشود. هم او و هم فرماندهش می دانستند که این مأموریت اساساً خودکشی است. در ماه فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدند و جزیره را با نیروی بسیار زیاد از آن خود کردند. ظرف چند روز بیشتر سربازان ژاپنی تسلیم یا کشته شده بودند، اما اونودا و 3 نفر از افرادش موفق شدند در جنگل مخفی شوند. آنها جنگی چریکی را علیه نیروهای آمریکایی و مردم محلی آغاز کردند. به خطوط تدارکات حمله می‌کردند، به سربازان جدا افتاده تیراندازی می‌کردند و با نیروهای آمریکایی به هر شکل ممکن درگیر می‌شدند. بعد از 6 ماه در آگوست آمریکا بمب‌های اتمی را بر روی شهرهای هیروشیما و ناگازاکی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. با وجود این هزاران سرباز ژاپنی هنوز در میان جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و اکثرشان همچون اونودا در جنگل مخفی و از پایان جنگ بی اطلاع بودند. این نیروهای مقاومت همچون گذشته به جنگ و غارت ادامه دادند. این مسئله برای بازسازی آسیای شرقی پس از جنگ مشکلی جدی محسوب می‌شد. دولت‌ها موافقت کردند اقدام کنند. ارتش آمریکا با همکاری دولت ژاپن هزاران اعلامیه بر فراز اقیانوس آرام پخش کرد که در آنها نوشته شده بود جنگ پایان یافته است و وقتش رسیده همه به خانه بروند. اونودا و افرادش همچون بسیاری دیگر این اعلامیه‌ها را یافتند و خواندند. اونودا برخلاف بیشتر چریک‌ها معتقد بود که این اعلامیه‌ها ساختگی است و تله نیروهای آمریکایی برای به دام انداختن چریک هاست. اونودا اعلامیه‌ها را سوزاند و خودش و افرادش مخفی ماندند و به جنگ ادامه دادند. 5 سال گذشت. اعلامیه‌ها متوقف شده بود و بیشتر نیروهای آمریکایی مدت‌ها بود که به خانه برگشته بودند. مردم محلی لوبانگ سعی کردند به زندگی عادی، کشاورزی و ماهیگیریشان بازگردند. اما هیرو اونودا و همراهانش آنجا بودند و هنوز به کشاورزان تیراندازی می‌کردند، محصولاتشان را آتش می‌زدند، دام و طیورشان را می‌دزدیدند و هر کس از اهالی را که به عمق جنگل قدم می‌گذاشت به قتل می‌رساندند. دولت فیلیپین در سراسر جنگل اعلامیه‌های جدید پخش کرد. در این اعلامیه‌ها آمده بود بیرون بیایید، جنگ تمام شده است، شما باختید. اما اینها هم نادیده گرفته شدند. در سال 1952 دولت ژاپن برنامه‌ای ریخت تا سربازان باقی مانده در جزایر اقیانوس آرام را بازگرداند. این بار نامه‌ها و عکس‌هایی از خانواده‌های سربازان همراه با یادداشتی از طرف خود امپراتور با هواپیما پخش شد.
بار دیگر اونودا این اطلاعات را دروغین دانست. این بار هم عقیده داشت که اعلامیه‌های هوایی حیله آمریکایی هاست. او و مردانش باز هم ایستادند و به جنگ ادامه دادند. چند سال دیگر گذشت و مردم محلی فیلیپین که از ترور و وحشت خسته شده بودند، بالاخره خودشان را مسلح کردند و شروع به تیراندازی متقابل کردند. تا سال 1959 یکی از یاران اونودا تسلیم و یکی دیگر کشته شده بود. پس از یک دهه، کوزوکا که آخرین یار اونودا بود، در حالی که مزارع برنج را آتش می‌زد، با شلیک پلیس محلی کشته شد، در حالی که ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و او هنوز داشت علیه مردم محلی می‌جنگید. اونودا که بیش از نیمی از عمرش را در جنگل‌های لوبانگ گذرانده بود، دیگر تنها شده بود. در سال 1979 خبر مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و جنجالی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردند آخرین سربازان جنگ سالها پیش به خانه بازگشتند. رسانه‌های ژاپن نوشتند اگر کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ بوده، پس شاید خود اونودا آخرین نیروی مقاومت ژاپنی از جنگ جهانی دوم هم هنوز زنده باشد. آن سال هر دو دولت ژاپن و فیلیپین تیم‌های جستجویی برای گشتن به دنبال ستوان دوم مرموز، افسانه‌ای، قهرمان و شبحگون فرستادند. آنها هیچ چیز پیدا نکردند. با گذشت ماه‌ها داستان ستوان اونودا به چیزی همچون افسانه‌ای محلی در ژاپن تبدیل شد. قهرمان جنگی که دیوانه تر از آن به نظر می رسید که واقعاً وجود داشته باشد. بسیاری او را تحسین می کردند، برخی دیگر از او انتقاد می کردند. برخی هم فکر می کردند فقط قصه خیالی است و کسانی ابداعش کردند که هنوز دلشان پیش ژاپن محو شده سالها پیش است. حوالی این زمان بود که مرد جوانی به نام نوریو سوزوکی برای اولین بار داستان اونودا را شنید. سوزوکی ماجراجو، کاشف و کمی هم هیپی بود. پس از پایان جنگ به دنیا آمده بود، ترک تحصیل کرده بود و 4 سال را با رایگان سواری در نواحی مختلف آسیا، خاورمیانه و آفریقا با خوابیدن روی نیمکت‌های پارک، توی ماشین غریبه‌ها، توی سلول زندان و زیر ستاره‌ها سر کرده بود. داوطلب کار در مزارع میشد تا غذای گیر بیاورد و خونش را اهدا می‌کرد تا پول اقامتش را بدهد. روحی آزاد داشت و شاید هم کمی دیوانه بود. در سال 1972 سوزوکی نیاز به ماجراجویی دیگری داشت. او پس از سفرهایش به ژاپن برگشته بود و هنجارهای فرهنگی سختگیرانه و سلسله مراتب اجتماعی آنجا را دست و پاگیر یافته بود. از درس و مدرسه نفرت داشت. نمیتوانست سر شغلی بماند. میخواست دوباره به جاده برگردد. به آزادی خودش برگردد. افسانه هیرو اونودا پاسخی به مشکلات سوزوکی بود. ماجراجویی تازه و با ارزشی بود. سوزوکی اعتقاد داشت اونودا را او خواهد یافت. البته تیم‌های جستجوی دولت‌های ژاپن، فیلیپین و آمریکا موفق به یافتن اونودا نشده بودند. نیروهای پلیس محلی هم حدود 30 سال جنگل را بدون هیچ حاصلی کاویده بودند. هزاران اعلامیه پخش شده بود، هیچ پاسخی نیافته بودند. اما به درک، این هیپی ترک تحصیل کرده بیکار کسی بود که قرار بود او را بیابد. سوزوکی بدون تجهیزات یا هیچ گونه آموزشی برای عملیات شناسایی یا جنگ تاکتیکی به لوبانگ سفر کرد و به تنهایی شروع به پرسه زدن در جنگل کرد. راهبرد او نام اونودا را به صدای بسیار بلند فریاد بزند و به او بگوید که امپراتور نگرانش است. او
اونودا را ظرف 4 روز یافت. سوزوکی مدتی در جنگل پیش اونودا ماند. اونودا آن موقع بیش از 1 سال بود که تنها شده بود و وقتی سوزوکی پیدایش کرد از مصاحبت با او استقبال کرد و بسیار مشتاق بود از یک منبع معتبر ژاپنی بشنود که در دنیای بیرون چه گذشته است. این دو مرد یه جورایی با هم دوست شدند. سوزوکی از اونودا پرسید چرا مانده و به جنگیدن ادامه داده است. اونودا گفت که دلیلش ساده است. به او فرمان داده بودند که هرگز تسلیم نشود و او هم همانجا مانده بود. حدود 30 سال او صرفاً از دستور پیروی کرده بود. اونودا از سوزوکی پرسید که چرا یک بچه هیپی مثل او به جستجویش آمده است. سوزوکی گفت که او ژاپن را در جستجوی 3 چیز ترک کرد: ستوان اونودا، یک خرس پاندا و مرد برفی منفور به همین ترتیب و اولویت. این دو مرد در عجیب ترین اوضاع به یکدیگر رسیده بودند. دو ماجراجوی خوشنیت در تعقیب تصورات غلطی از سربلندی، همچون دونکیشوت و سانچو پانزا در دنیای واقعی به هم رسیده بودند و در گوشه کنار مرطوب یک جنگل فیلیپینی هر یک خود را قهرمانی تصور می‌کردند، با وجود اینکه هر دو تنها بودند و هیچ نداشتند و هیچ کاری نمی‌کردند. اونودا تا آن موقع بیشتر عمرش را صرف جنگی خیالی کرده بود. سوزوکی هم قرار بود زندگیش را بعداً به فنا بدهد. او پس از اینکه هیرو اونودا و خرس پاندا را یافت، چند سال بعد در حالی که هنوز در جستجوی مرد برفی منفور بود، در کوههای هیمالیا جان سپرد. انسان‌ها اغلب تصمیم می‌گیرند بخش‌های بزرگی از زندگیشان را به اهداف بظاهر بیفایده یا مخرب اختصاص دهند. از بیرون این اهداف اصلاً منطقی نیستند. تصورش سخت است که اونودا در طی آن 30 سال خوشحال بوده باشد. زنده ماندن از راه خوردن حشرات و جوندگان، خوابیدن درون گلولای، قتل مردم غیر نظامی دهه پس از دهه. اینکه چرا سوزوکی با سفرهایش خودش را به کشتن داد بدون هیچ پولی، هیچ همراهی و هیچ هدفی جز تعقیب یک مرد برفی خیالی. با این حال اونودا بعداً گفت که اصلاً پشیمان نیست. او ادعا کرد به تصمیماتش و مدت حضورش در لوبانگ افتخار می‌کند. او گفت که اختصاص بخش قابل توجهی از زندگیش به خدمت به یک امپراتوری ناموجود برایش افتخار است. سوزوکی هم اگر زنده مانده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت. مثلا میگفت او دقیقاً همان کاری را انجام داده است که باید انجام میداد و از هیچ چیزی پشیمان نیست. هر دو خودشان انتخاب کرده بودند که میخواهند چطور رنج بکشند. هیرو اونودا انتخاب کرد برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشد. سوزوکی انتخاب کرد برای ماجراجویی هر قدر هم ناعاقلانه باشد رنج بکشد. رنج کشیدن برای هر دو مرد معنا داشت و هدف بزرگتری را تأمین می‌کرد. چون معنا داشت قادر بودند آن را تحمل کنند یا حتی از آن لذت ببرند. اگر ناگزیریم رنج بکشیم، اگر مشکلاتمان در زندگی اجتناب ناپذیرند، پس سؤالی که باید بپرسیم این نیست که چطور به رنج کشیدن خاتمه بدهم، بلکه این است که چرا رنج میکشم و برای چه هدفی؟ هیرو اونودا در سال 1974 به ژاپن برگشت و شخصیت مشهوری در کشورش شد. او را از این شبکه تلویزیونی به آن ایستگاه رادیویی می‌بردند. سیاستمداران اصرار می‌کردند با او دست بدهند. کتابی منتشر کرد و حتی دولت مبلغ زیادی پول به او اهدا کرد. اما آنچه او موقع بازگشت به ژاپن یافت وحشت زده‌اش کرد.
فرهنگ مصرفگرا و ساختگی سرمایه‌داری که تمام رسوم شرافت و فداکاری را که نسل او بر پایه آن بزرگ شده بودند از بین برده بود. اونودا سعی کرد از شهرت ناگهانیش برای حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کند، اما حرف‌هایش برای این جامعه جدید قابل درک نبود. او را بیشتر شیئی نمایشی می‌دیدند تا یک متفکر فرهنگی جدی، مردی ژاپنی که از یک کپسول زمان خارج شده بود تا همه از دیدن او حیرت زده شوند، همچون عتیقه‌ای در یک موزه. طنز تلخ این است که اونودا مدتی پس از رسیدن به ژاپن بسیار افسرده‌تر از تمام مدت اقامتش در جنگل شد. حداقل در جنگل زندگی او نشانه چیزی بود، معنایی داشت. این معنا رنج کشیدن را برایش تحمل پذیر و چه بسا مطلوب می‌کرد. اما در ژاپن به این نتیجه رسید که با ملتی پوچ پر از هیپی و زنهای غربگرا روبروست. او با حقیقت اجتناب ناپذیری روبرو شده بود. جنگیدنش هیچ معنا و ارزشی نداشت. ژاپنی که او در آن زندگی کرده بود و برایش جنگیده بود دیگر وجود نداشت. سنگینی این حقیقت به گونه‌ای او را سوراخ کرد که هیچ گلوله‌ای هرگز نتوانسته بود. از آنجا که رنج کشیدنش هیچ معنایی نداشت، چیزی ناگهان برایش روشن شد و واقعیت یافت. 30 سال عمر به هدر رفته. در نتیجه در سال 1980 اونودا وسایلش را جمع کرد و به برزیل نقل مکان کرد و تا زمان مرگش همانجا ماند.